سلام دوستای عزیز، عصر جمعه همگیتون بخیر، طاعت عبادت همگی قبول. این دفعه با یه مدل سخمه جدید اومدیم. اکثر سخمه همون که کتابی هستن لقه گیرینا رو میکردیم، پارچه رو برش میدادیم، خیلی ساده. ولی این سخممون یه تفاوتی که داره، اگه متوجه بشید داخل ویدیو، این قسمتش یکم ایستایی داره که برای قسمت سینه است، ولی هیچ جای سخممون هیچ دوختی نداره. این کار رو ما میایم از داخل لقه گیری ایناشو انجام میدیم، واسه خود پارچه کرفیله گیری میکنیم. با کرفیله برش میدیم، لای اینا رو میزنیم و اینجوری استایش تن خیلی خوشگل میشه. به جز این مدل که پارچهش خیلی گوگولی و قشنگ بود، روی مدل های دیگم که مشاهده کنید دقیق این استایی رو ما داریم، یعنی دقیق قسمت سینهش ایستایی سینه رو داره دیگه. وقتی میپوشیم این قسمتاش مثلا بد جلوه نمیده. روی مخملم این کار رو انجام دادیم که اگه داخل دوربین مشاهده کنید و معلوم باشه، نگاه کنید دقیق این قسمتش که اضافه میاد واسه تن ایستایش خیلی خوشگله وقتی سینه داخلش قرار میگیره. اگه مشاهده کنید این مدلامون خیلی خوشگل و نازستن که سفارش مشتری عزیزمونه، به خوبی استفاده کنن. روی مخملم که همکارای عزیز میدونن دوخت مخمل یکم نسبت به پارچه‌های دیگه سخته.